Уже خونه کیه؟ کودکاتون در اونجا نه؟ حاجی باز کجا زندگی میکنین؟ دارین یگان جای دیگه خونه؟ نداریم. میدان ده خوبی. ما خونه خواهرم در بالاده، کودکام خونه چنده. حاجی هر جا سرگردان یک روز اینجا یک روز اونجا. اکای سعید جعفر. اینا برادرو زالاری وزمی اینا کم دیدگی بوده. biz murdak. Hayır boy kad mark çırdoştem haynemiş zindamonimiş murdak. اینا بینه. یم کریش هم در شما داخل میشه. اوغلوت ها؟ Nem devulum çapa şidam maycum valangor şida ina. دیگه چی؟ یعنی یک کپشته ده که نواسورا بردم خط کلن موندم اینجا ده خدم میو. کم یک به دقت تمام برادرها رسانیده می شود که دیگر در این رقم ها زنگ نزنند بجز مادرها، اپاها، خواهرها. حالا به شما میفهمانم برای چی. پس از زنگ های پی در پی شما ما تصمیم گرفتیم که برای مادر و اپا و خواهرها حجامه زنانه بکشویم. البته که کشودیم در انا همین سراغه پیشینم. سراغه همون می شود اولیتسا براتسلافسکایا 6 چهارم پدیز، فقط کد دمافون 404 و آشیانه 22 می شود. حجامه زنانه را به خاطر زنانه بودنش نشان ندادن خوبتر است، لیکن الحمدلله بهترین شرایط را مهیا کردگیم. اپا و خواهرها آمدن خود به چشم سر دیده بها میدهند. معلومات بیشتر را برای زنها در این رقم ها و برای مردها در این رقم ها شما می توانید که بگیرید، چون همیشگی مغازه زیارتشاه در خدمت شما. ای بندگان خدا، السلام علیکم و رحمت الله. خونه کی در اومده؟ اکای دلشود خطون اینکه جون این ورمی نجوی خوبه یا این فرزند خطون میشوه یک فرزند داری؟ 5 تا اوناش کجا دارن؟ اینا باردارو اینا بینه باردارو همی هم در همی برون چی همی خیلی شده که؟ همه ها؟ این پادشاهی هم مشکوک هایی چکل میکنی زندگی هم مشکوک هایی میگالتا در ته میزنه. بله. سلام علیکم اکا جون. خوبه نکته اینجا یک بار نام نسبتون پرگم میزدین؟ میشه بگم. اکرم دلشاد شریف خانویچ. چند فرزند دارین اکا؟ 5 تا پسر دارم. تو جایی که ما از نماینده ها که ما را راه کردیسن یک فرزند ایندیویدوالی هم دارین؟ داریم من. 3 سال شد. هم میدونن نه؟ هم میدونن. هم پوچش پوسیدگیه، پوچش پوسونده. پوچش پوسونده. حال نجدن دعاگاه هستیم از جانب یک صاحبکار کمان باشه ان شاء الله با مبلغ 150 سومونی کمک کردیم. با یک روز پس ان شاء الله آرد میشه. خیرتون قبول شد. در درونش خیرتون قبول. آمین. یک بار بدرون بینه که برادرو قناعت بخشان ان شاء الله حسن اکا جان. خوب اکا جان. الله برکت بده. خوب. عزیز این خونه کیه اکا؟ اکا محسودی. دوستان عزیز خونه دیگری اومدیم. نام نسبتون چیه اکا جان؟ آقای محمد محسودی. شما چی مادر جان؟ شای مردان فلایخو. خونه زندگی میکردگیتون هم خیلی دیگه. بله. حاجی باز کجا زندگی میکنین؟ دارین یگان جای دیگه خونه؟ نداریم. میدان ده خوبی. بعدا باز در همجا زندگی کردن یا یگان جای دیگه ترجمه میگیرید؟ اگر تاجیب تا میرید تاجیب زندگی بکنید. سالی که 2018 سال اومدگی بود در اون زلال دیگه بودین؟ ایتایی چپا نشده. بای درجه بدنی ها. سلامت باشین مادر جان، پدر جان عزیز. از جانب یک صاحبکار اینا با مبلغ 150 سومونی خیره یا بر بدرونش کو کانورت هایی که در درونش هست پول مادر جان یک دعای بهترینش انا راهی که نمجا ان شاء الله این برادرها یاردمچی اومده نه عیسی کدوم جماعت شما کا و بخش جوانان ناحیه فرخار اینا برادران عزیز میگن که بسیار نفرو می نویسن دستگیر نکشن. الحمدلله از همه مقامات اومدگینا هر روز کار کشن. الله برکتشون تیا ابد در خونه کی اوش دوختگیم بچه‌ها دا بر وقت ترک برین اوش بگیرین بیارین ضیافت چومتین هستای توغریای یگان مینادوری بیان میکنی اکا جان مادر جان یک رحمت گویی بیان میکنین. سلامت باشین. الله برکتتون تیا. خوب سلامت باشین عزیز. الحمدلله اینا اومدیم خونه مادری کی مادرتون چی خوی خونه کیه کی؟ حق نظر نورالی. این چی نشه حق نظر نورالی؟ شوهرتون های خنده شون گفته چه حیران شدم. این خیخره دستایگی بستگی هم بارداران عزیز. اینا پشت خونه. این براکای شما بودن یا؟ اوجه خونه های کیه؟ کودکاتون در اوجه نه؟ عزیز نگاه کنه. این حال همه تایی نمیتون که ورمی نزدگی همچه ده خوین مادر جان. اینا
дар ҳинимҷа хобан. И гармида бугу, и ҳавора бугу. Ираби. мо аз ҷониби як бародарои хайрхоҳ омадем иншалло бо маблағи 150 сомон дар конвертай. Ира дар шумо месупорем, ҳарчанд ки шавҳартонам набоша. Иншалло омад хай аз номи бародарои хайрхоҳ биген дар ҳақшон дуо кунанд. Ина модарҷон. Ина конверт. Алло баракати як дуошон метем бародарони азиза. мо да дастит биги мешавам хе. Биги. خدا سوس چطور نکنه خورتو نکنه саломат бошед модарҷон. аллоҳ бараката барои ҳамаи бародарои хайрхоҳ насиб гардонад. Амин аллоҳ акбар. салому алайкум модарҷон. хубен тенҷен. ному насабтон чие модарҷон? Умарова биби Файз. шавҳартон ҳастанд? куҷодан айни ҳол нест? Не, Россия рафта. Россияда. имрӯз мо YouTube канали Раим Production омаем ай номи як бародари хайрихое ки дар Федератсияи Россия бо маблағи 150 сомонӣ ба хонаҳое ки зарар дидагиай ҳар чое ки кам боша имрӯз кӯшиш карданд ки дар бари шумо бошанд. шумо зид несте ки мо атамара ҳамин наворора партоем мардум ба доди шумо бирасанд дастгирӣ кунанд. چیزی دیم خبر در رحمتی کردن همین دستگیری میکنه. бале бародаро аз хирсандиша модар рӯи экран буромадагӣ нест. як дуо метем модарҷон. خدا برکت در سر شما بریزه و فارتو نکنم پروردگار همین روزه که ما دیم شما نبیم آمین. دایم بستر بلند به وقت خوش در موبایل دوست شما چخت باشن شما قدومی که خیر کده فرش و درگوش قبول کردن. آمین الله اکبر. انشالله سروزیرم اومد یگان امیدواری هستن انشالله میکنن اومدن دیدن آخه دیدن اکرام خیلی امید دارم که خداوند دستگیری کنن مثال رحمتی کردن. سلامت باشه. فرزندان نیستن اپا یگان جای دیگر بودگی سین رایون بودگی ای خداوند مشکلتون رو آسان کنه اپا جان. شما در همونجا ها تو یک دستگیری کردن. شما داموز زندگی کردن غیر امکانه یا نه در خونه را بدریم ببینیم چی بچی حالت سلامت باشه. دیگر ای بانک ای اسم خاص کردیم اسم الله که باید ای اسم خاص کرده و دین سی موشی دفترش باشه هم در دفعی طور میکنه ای بانک خاص کرده چیکار کیش سیل ابی 3 روز پیش ای سیل زدم و در تایم دولانک شده چرا خدایی داشت شده میگیره بی یک خدار خدوان امید میکنه خیلی مهم سلامتی که هست همش میشه. شکرانه پروردگار سلامت باشین مادرجان. خب رونی عزیز پشت خونه خونه اکای سفر ایجا اکای سای جعفر اینا برادرو زالاری وزمی اینا کم دیدگی بود. برادران گرامی خونه اکای سای جعفر اومده مکانجان. چخیلی که ما شاهد حال شدیم خونه زیستی خونه مردم همه میدونن. چند فرزند دارین اکا؟ 3 تا. چند پسر چند دختر؟ دو بچه یا دختر. فرزندو پسرو در کجان؟ کجا خونه ماماش دارم. خونه ماماش در؟ اولی طلبای مکتبن کلون نیستن؟ طلبای مکتبن. مایدان شما اویلا یک سای جعفر میشین مادر جان. تو جایی که میبینه پایان اوغلو همه جزیره شدگی یگان جای آباد موندگی. حاضر شما در کجا خوابین بعد؟ ما خونه خواهرم در بولوده کودکان خونه چنده حاضر هر جا سرگردان یک روز اینجا یک روز اونجا. سحر میشوم میایم با بگاه میشوم میریم. امی روزی سیل خنبی در همین خونه خواب بودین همراه کودکا؟ سحر کانتر گپ زدن میتونه که اصلی واقعیت چیکل شد اومدن سیل چیکل شد یک حالتی هست که انسان دیگر نمیدونه چیز چه بگیره با برا مثال چی را بگیره. سحر هم ساعتی 4:30 بدم خیلی بد. خستم که دیدم که اومد. کودکا را گرفتیم دیگه یگون چیز مانا نگرفتیم. او اومدن شایعش میبینید دیگران دیگران چی در یاد جان ای همه در شیرینی جان ای. کودکام خوب بودکای مایده و بدور که ما دویدیم دیگه نمیدونم با اتورا خیلی رفتیم. این خیلی برومده نه سنتر خطیم. نه ما این طرفتیم. ای سومت پایان گرفتیم. ما پایان گرفتیم. خب ایتا اومد. سلامت باشین مادر جان. اینا اینام یک صاحب کار با مبلغ 150 سومون در خونه کلان کیه؟ یک کنورت تاوی که نکو مبلغ هست در دروش. اکواز همین خیلی ها. تو رفتن شما را کلان میشه. ما خودی جوش تا گفتم کو کلان نمیه. هست که الله برکت یا یک مینادوری برای برادرای خیرخواه بیان میکنن مادر جان. زور رحمت کلان. سلامت باشین مادر جان. ان شاء الله شما را فهمیدن در کار. خیر دعا میکنیم که آمین الله اکبر. سلامت باشین مادر جان. اینه خونه استقامتی شه. ها نام تو چیه مادر جان؟ پیش مودلو ناسا کابلبی ابیما اپای کابلبی ها اینا حاضر طرف شیشون میتیم. رون عزیز یا الله اینا
خونه که این حال ایدرون ایشان دادیم این در شوی کردن نمیشه میگرم با ستوی کم دای شده گه اینا اینجا ده اینا برادران سلام علیکم مادر جان نام تو چیه مادر جان ابی و کابل بی مادر جان خونه شما هم علاقه یک 50-60% ضرر وزمین دیده در همین حالت آبخیزی از حیوانات یا مثال مال یگان چیز ضرر ده یگان چی مرده بله زلال شده بز مرده خیلی باید قد مرغ چر داشتیم خیلی نمیش زنده نمیش مرده یعنی ضرر به شما هم رسیده در کجا بودین تو حال خونه یگان خشت برده هر جا بودیم هر جا سال 2018 هم ضرر دیدگی بودین ایوام سلامت باشین مادر جان انشالله صد آفرین شما نه کنورت با مبلغ 150 سومون از حسابی صاحب کورای بالا شویش که اینجا هویش که که کم هم باشه مقصد انشالله که ما هم رستشوتی 47-48 خونه را گرفتگیم اینا هسته مادر جان بیا بونی بروشون هسته درسته یک دعا شما تیم مینداری میکنیم مادر جان انشالله خدا پروردگار امی ما را خیلی نگهبین میکنین خدا جان شما را دولت سهولت نایده از زیاد کنه دستی کم نبینین در کجای باشین خدا سربلندتون کنه پروردگار خدا خزیر نظرتون کنه خدا پروردگار همه چیز بدگی یاردم کدگی را خدا پروردگار اید زیاد کنه دولت چون سهولت چون خدا زیاد کنه ما را به نور ایمان به کلمه شهادت برسونه پروردگار خدا خیرتون قبول بگردونه آمین الله اکبر هزار رحمت مادر جان این نوار ما در یوتیوب کانال میپردیم که تا دیگر نفران خیرخواه بیان با چشم خشم ببینن دستگیری کنن الله برکتون تیا مادر جان خب مایل عزیز خونه کیه جاکا خونه که آواز شما اینا که آواز ای الله برکتون تیا بله گفتم خونه کی چپا شدگی اینا برادران عزیز نگاه کنین حالی دا مخلفات رومات ایسوبی دیوی خدمون الله برکتون تیا خیلی توزه کردگی اینا یا هم اوج دیگه زندگی کردن نمیشه اینا نگاه کنین اینا ببینید این هم کریش هم در شما داخل میشه اوغلوت ها اینا اکه جان چی نو داره نکه اکه آواز جان زلال شما خونه برگ اوغل همه چیزا گو مول یگان چیز زلال نرسید نیست هم چیزا این شوته ده این همه دا مهم جون تام بود که برومادین رفتین ها سلامت باشین اکه این از جانب یک صاحبکار با مبلغ 150 سومون اینا توفه برای شما همه خدا فیض برکت دستش بدن خور این دنیا و قیامت آمین الله اکبر زید نبودین برای نماز کردن ما خب سلام علیکم مادر جان خوبین تنجین نام تو چیه مادر جان اپای گل رخسار شما چی ضرر دیدگین از امی آفت‌های طبیعی اینم دیولومون چپا شد هم میجومون ولنگور شده اینا یگان چیزا اسپید کردین اما عین سیل اومدن دا بگیرین مولومون بردیم اسمونا بردیم خرومونا بردیم خیلی مول اینا فرزندورا ای همه مهمه سلامت باشین مادر جان از نام یک صاحبکار الله خیرشون رو به درگاهش قبول گردونه 150 سومون مبلغ برای نفرانی که از امی آفت طبیعی ضرر دیدگیان اجازه هست یا ما سیون که کردیم اپا جانم خیر رحمت کلون ای دلی هولی مو خبر میشین مورا دستگیری میکنین از اون با رحمت خدا این روزا به سر یگون بنده بله مادر جان بله آفتی طبیعی طبیعی بله سلامت باشین مادر جان خدا مشکل شما را آسان کنه خب گری اومده ببین شما خودش ای میخواد بگی این مورای شمته ای چی 1 2 3 برادران عزیز خانه دیگری اومدیم خانه مادر عزیز حتما مادرم نگاه کنه که خانه دیگر خانگیش موندگی نیست نگاه کنین با چی حالای یک بار سلام علیکم مادر جان نام تو چیه مادر جان قربانای در نام تو جانم چند سال در اینجا زندگی میکنی 2006 اومدگی 2006 سال 2018 هم سیل اومدگی به ضرر رسوندگی به خیلی کامو چیومو چپا شده بود خونه و امی تایستادگی به این درجه ای بد نبوده؟ به درجه نبود چند فرزند دارین مادر جان؟ 4 تا دارم 4 تا؟ چیکارن؟ هیچی بکنم دهقانا؟ خوزی چیکار میکنین در این حالت این خونه را نگاه که دیگه درجه زندگی کردن غیر امکان دیگه هیچی یک کپش داده که نواسورا بردم قد کلن موندم اینجا در خدمیو کم الله برکتون تیا مادر جان وقتونه بسیار نمیگیریم ما از جانب یک برادر عزیز اومدگیم هر یک از کنور دادیم همین خانه‌ای که ضرر دیدن با مبلغ 150 سومونی مادر جان کم هم باشه ان شاء الله که نواری ما را دیگر صاحب کارو میبینن باز دستگیر میکنن یک بار میکنه که مبلغ داره مادر جان همین خیلی بدرونینش این بالاش بدرون انم جا بدرون کو نگاه کنین همون چیز است در نام جانم
هست رحمت هستن کلون. اجازت بود مدت در اومدن مادر جان بله، بله، اجازه رحمت هست این اورا پرتیم که دیگر نفرا بینن بله، بله. دستگیری کنن الله برکتون تیا مادر جان دعاگو رحمت هستین شما، خب رحمت خب کلون. مادر خدا جان برکت